یک ویدیویی من امروز دیدم که واقعا سرم گیج رفت. یه نشست مشترکی بین رئیس قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی. وزیر جهاد کشاورزی اونجا میگن که آقا چند سال پیش 20,000 هکتار از اراضی کشاورزی نهال زیتون کاشته شده، منتها به اشتباه نهال زیتون غیر مثمر کاشته شده. یعنی زیتونی کاشتن که زیتون نمیده. بعد که آقای اجویی هم اونجا خیلی تعجب میکنه و این پرونده رو در حقیقت وزارت جهاد باز میکنه که بررسی بشه ببینن چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته. 20,000 هکتار خیلی عدد بزرگی. یعنی من هنوز از وقتی این خبر خوندم نمیتونم هضمش بکنم که آیا ممکنه واقعا خطا در این اندازه 20,000 هکتار رو بکاریم بعد ببینیم که زیتون نمیده.